جوری با یه مثال بهت میگم، من 100,000 تومان ور میدارم میرم بوتیک، این پیرن رو به ارزش 100,000 تومان میخرم و پولو میدم به فروشنده میره داروخونه لیدوکاین بگیره برای درد دندونش، این پولو میده اونجا. داروخونه یا ماشینشو میبره کارواش اصری، این پولو میده به کارواشی رفیقاشو شب جمع کرده دوره هم چیپس و ماسموسیر بخورن، اینو میده به سوپرمارکتی خریدش رو انجام میده و این پول هر بار که میچرخه همون 100,000 تومانه و هیچی ازش کم نمیشه. حالا اگر من با کارت میرفتم این 100,000 تومان رو کارت میکشیدم برای این لباس، چه اتفاقی میافتاد؟ یه بخشیش رو کارمزد بانک ور میداشتش، بوتیکه میرفت کارت میکشید داروخونه دوباره یه بخش دیگه برداشته میشد. بعد از چند تا تراکنش دیگه هیچ 100,000 تومانی وجود نداشت و این پول کامل بانک ها خورده بودنش. حالا نکته نگران کنندش میدونی کجاست؟ ماها قبلا کار میکردیم پولمون برکت داشت، الان هرچی میدویم پول بی برکته، فکر میکنیم مشکل از ماست. نه عزیزم، قبلا پول تو کاغذی بود، هر چی میچرخید هیچ چیزی ازش کم نمیشد. الان پول تو ریختی تو بانک، هر بار که کارت میکشی یه شریک تو جیبت داری، دست میکنه تو جیبت پولت رو ور میداره، برای اینه که فکر میکنی پولت بی برکته.